салом бинандагони азиз, дар студии таълимии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мо суҳбате дорем бо дотсенти кафедраи экологияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Мурод Саидов. устод, хуш омадед ба студии таълимии донишгоҳи миллии Тоҷикистон. нахуст мехостем дар бораи суҳбатамонро аз ин оғоз кунем ки шумо ҳамчун муаллифи китобҳои дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии коллеҷ ва донишгоҳҳо ҳастед ва мегуфтед ки таълими фанни экология барои факултетҳои ғайри биологӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст дар ҷумла? تشکر. تعلیم فن اکولوژیا در فاکولته های غیر بیولوژی دانشگاه و دانشکده ها در زمان استقلالیت دولتی در 35 سال است که بسیار خوب به راه مانده شده است. وقتی که سال 1989 ما در مملکت سابق شوروی زندگی میکردیم، یک قرار برآمدگی بود درباره وضع اکولوژی مملکت و در همین قرار تحلیل شدگی بود که وضع اکولوژی همین مملکت های سابق شوروی به اندازه متشنج است و هر یک 15 جمهوری را وظیفه‌دار کرده بودند که در نزد همین کافی‌های اکولوژیا تأسیس دهند و معرفت نوکی اکولوژی مردم را بلند بردارند. به همین خاطر سال 1990 در دانشگاه ملی تاجیکستان نخستین در جمهوری کافدره اکولوژیا تأسیس داده شد که مقصدش از تعلیم فن اکولوژیا در فاکولته‌های غیر اختصاصی فاکولته دانشگاه ملی تاجیکستان بود. بنابراین از سال 1990 ما 5 نفر در همین کافدره سفربر شده بودیم. برنامه تعلیمی را نگاه کنید در مطبوعات چاپ نمودیم، از طرف متخصصان خوش پذیرفته شد و همین پردمت اکولوژیا در تمام مکتب‌های عالی جمهوری تاجیکستان حالا به راه آمده شده. خوشبختانه با تشبث اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان اولین قانون سمت اکولوژیا درباره حفظ محیط زیست قبول کرده شد و یکی از ماده‌های همین قانون که ماده 73 نام دارد تعلیم حتمی دانشجوی اکولوژی است و همزمان در قانون درباره معرفت نوکی اکولوژی اهالی و برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان همین تعلیم حتمی دانشجوی اکولوژی در تمام مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان به راه مانده شده است که این یکی خدمت‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت است. تشکر. شما از معرفت اکولوژی یادآور شدید و همچنین از مطبوعات. در نشریه دانشگاهی ملی تاجیکستان با قول دانش یک روبریک به نام نبض طبیعت است و این نبض طبیعت فکر میکنم محفلی در فاکولته در کافدره اکولوژی است و خوب میشد این شما میگفتید که همین در محفل یعنی به کدام مسائل توجه کرده می شود و اصلا در اونجا دانشجویان کدام مسائل ها رو پیگیری میکنند. خب تشکر رحمت. این محفل نبض طبیعت 20 سال است که عمل میکند. وقتی که از طرف اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 20 ساله رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی و میان آمد. بنابر همین برای عملی نمودن دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت هم محفل ما نبض طبیعت یک روبریک در گازیته بقله‌های دانش تشکیل کردیم. همین نبض طبیعت در همین نبض طبیعت از بس که ما در تمام فاکولته‌های دانشگاه در 17 فاکولته دانشگاه درس میگیم، همه معلمای ما در درس‌های اول میگن که همین خیلی روبریکای گوشه هست همین برای هوسمندی دانشجویان غیر اختصاصی، همزمان برای
دانشجویان خود فاکولته بیولوژی اکولوژیا ما میگیم که اونها که همین مسئله های داغ روزه خیلی که شما میدونید تاجیکستان این یک پیشرفت عملی نمودن مسئله های اکولوژی است تنها 14 قطعنامه سر یک مسئله ذخیره های خوب تشکر شما چون حاضر یادآور شدید از تشبس‌های پیشوای ملت اشاره کردید تا جای آگاهی داریم در حقیقت تاجیکستان یک کشور در سطح بین‌المللی همچون یک کشوری تشبس‌های آب و اقلیم و اکولوژی شناخته شده است و پیش از همه این با سعی و تلاش‌های پیشوای ملت شروع از سال 2000 مثلا من نگاه کنید زیاده از 25 سال است که تاجیکستان همچون یک کشور تشبس‌های آب و اقلیمی شناخته شد و در پایتخت تاجیکستان کنفرانس‌های سطح بلند هم برگزار گردید و با اندیشه شما این عکاس مسئله‌های اکولوژی و عموما همین تشبس‌های تاجیکستان چگونه براه مانده شده است؟ تشکر بسیار سوالی به مورد من فکر میکنم که بار دیگر تکرار میکنم که تاجیکستان من نگاه کنید در دوام 26 سال در دوام 35 سال استقلالیت دولتی و از سال 2020 تا سال 2026 سالی که بابا تنها اوید مسئله های آب و اقلیم پریخا 14 قطعنامه که پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرده سازمان ملل متحد قبول کرده و ما مملکتی هستیم که در دنیای خیلی مملکت ممکن وجود نداشته باشد تنها سر یک مسئله آب و اقلیم 6 پیشنهاد پرزیدنت محترم ما قبول شده یادآور کردن همین پیشنهادها از منفیت خالی نیست بنابر همین یکمین پیشنهادی که پرزیدنت ما در عرصه جهانی پیشنهاد کردن گذرانیدن سال بین المللی آب تازه 2030 بعداً جناب یولی گفتن که در یک سال و 2 سال مسئله آب حل کردن نمی شود بنابر همین پیشنهاد دویمشون از گذرانیدن 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات 2005 2015 سوم و یادآور میشویم که همین مسئله ها ماجراهای حربی جنگ ها جنجال ها همش برای ثروت های طبیعت برای نفت گاز برای مسئله های آب من تحلیل کردم برآمدم یک مقاله هم نویسندگی بودم اوید جناب یالی تشبس های جناب یالی تشبس های نجات بخش 37 جنگ شده است در دنیا برای استفاده بردن آب بنابر همین پرزیدنت محترم ما پیشنهاد کردن که سال 2013 سال دیپلمات آب اعلام کرده شود یعنی همکاری ها در سوهای استفاده بردن عاقلانه ذخیره آب بعداً پیشنهاد کردن که نگاه کنید که 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار 2018 2028 یادآور شدید که 3-4 مرتبه است که کنفرانس های بین المللی آیدیم و پیشنهاد پنجم پرزیدنت محترم ما از آن عبارت است که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخا گذرانده شد برای چی؟ نگاه کنید که تاجیکستان اون معدیت ذخیره ها معدیت پریخا بسیار موقع اساسی رو دارن میتونه بگی 65% آب‌های آسیای مرکزی از ما زمینه میگیره از همه چیز بیشتر در ما آب و پرزیدنت محترم ما اعلام کردن که گفتن که در 100 سال اخیر از 14000 پریخ تاجیکستان 1000 پریخ تاجیکستان آب شده رفته نگاه کنید و حتی پریخ کلانترین بلندکو دنیا این پریخ فیچنکو نامی حاضره شما تاجیکی وجق کردیم حجم و ذخیره همه نهایت کم شده است ولی نگاه کنید آخران پیشنهادی که کردن 10 ساله آموزش علم های کراسفر همین پیشنهادی که محترم جناب اولی کرده شدن همچنین در پیام هایشان هستند در همین وسایل اخبار عامه بسیار سطح خوب قد برآمده شده تشکر شما بسیار خوب قید کردید تاجیکستان اساساً امروز سال 2023 یعنی استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023 تا 2037 قبول کرده شد و تا جای آگاهی داریم همچنین برنامه دولتی کبدزارکنی برای سالهای 2040 قبول گردید و با اندیشه شما عموما همین برنامه کبدزارکنی این زمان یعنی خودی همون موسمی کبدزارکنی در تمام جمهوری جریان دارد
خودی همین کبودیزور کنی و مثلا و سبزگردانی اقتصادیات تو چی حد با وضع اکولوژی جامعه و وضع اکولوژی جمهوری و جامعه در مجموع یعنی به طور مثبت مساعدت کرده میتواند. تشکر رحمت. بسیار سوال به مورد، سوال داغ روز. نگاه کنید که وقتی که در مکتب میانه میخوندیم به خاطرم هست یک کتاب خوانش بود و در همون کتاب خوانش در یک صحیفه همون کتاب یک موسیقی درخت شناده شده، در دیگر طرفش موسیقی دیگر با همراهی نبیرهش میپرسد که بابا برای همه بابام چی در کن در همه سن سال نهال شنوندن، آیا خداوند عمر میداده باشد که از همان میوه هوا استفاده برم؟ در جواب باباش میگه که جان بابا دیگران کاریدن ما خوردیم، وظیفه ما کاریدن شنوندن که شما خورید. محترم جناب عالی پرزیدنت محترم مملکت ما بسیار طبیعت دوست هستند. نسبت طبیعت نگاه کنید بسیار مهربانانه غمخوار میکنن. حتی در یک واخوریش و بازیایان مملکت من حضور داشتم که گفتن که همون درخت هایی که ما میبینیم، درخت های گوناگونی که میبینیم آرایشی، همه زحمت های خود پرزیدنت هم. حتی پرزیدنت گفتن که وقتی که ما میآوردیم بعضی متخصصان میگفتن که این به اقلیم تاجیکستان خاص نیست، لیکن میگفتن که همین شنونی گفتن که حتی ما در کیسه هم بعضی تخم گل ها را معقول هم شو گرفته میبرم. من فکر کنید همین شهر دوشنبه یک شهر سبز، یک شهری که به مانند شهر دوشنبه بسیار شهرها را ما دیدگی هستیم، بسیار شهرها را دیدگی هستیم. به مانند شهر دوشنبه برای شهر سبز، شهر دلکشا، شهر نازنین نشده شده است. بنابراین خوب میشد که دیگر همین شهرهای ما، شهر خوجند، شهر باختر، شهر دیگر شهرهای شهرک ها همین تجربه کبودیزار کنی شهر دوشنبه را از خود کنند، آموزند. برای خاطر که نگاه کنید که به سبب نگفتیم گذشتگان ما و شما که برای آدمیت سه نشانه، نخست فرزند و بعد بنیاد خانه، نهال را به حاصل پروریدن بود این سه نشانه جاودانه. کبودیزار کنی من سر شده صورت بسیار نغز رفته صورت. نگاه کنی اینقدر باغ‌هایی که در دوره استقلالیت در دوشنبه شده صورت، نگاه کنی از خود باغ استاد رودکی، باغ عینی را میبینی، باغ کوروش کبیر را میبینی، این باغ‌ها را، این کبودیزار کنی، این درختی‌ها را میبینی، آدم هوسش میگیره. این شهر شده صورت است که به همین خاطر ما شهر سر اهالی اقدام های جناب عالی نهایت شهر سبز به حال شما بده اقتصادیات سبز با نگاه کنید. یک از اونه که ما با نگاه کنید این خیلی تنبشوی ماشین ها نبود، اهالی بسیار تنبشوی ماشین ها بسیار شده به همین خاطر کبودیزار کنی شهر درخشنانی این تا اندازه پیشگیری میکنه تغییرابی اقلیم. همین هوای گرم شوی چه یک درجه نگاه میداره. بنابراین همه ما مسئولیت نوک هستیم که همین تشبسوی که پرزیدنت محترم رئیس شهر محترم رستم امامعلی اویدی شهر دوشنبه اویدی پایتخت نگاه کنید. من آخرین پیشنهادشون درباره یک مرکز ما در دنیا همچون یک مملکت نوروزی شناخته شده میتونه. به همین عملی نمودن وظیفه ما و شما باید ما و شما معرفت نوکی اکولوژی اهالی را بلند برداریم. نگاه کنید من بسیار عصبانه میشوم که وقتی که همه قدر کوشش و غیرت های حکومت مملکت هست، جناب عالی هست، حکومت شهر هست، درخشنانی هست، با همه جوانان ما میبینید که همانها با چندان درست مناسبت نمیکنند. درخت شنونده را نگاه کنید که شاخش میکنن یا اینکه هم آدمانی که فقط یک درخت شنونی نه و به بون نگاه کردن همه درخت هم به مانند فرزند انسان مهربانی را میخواهد. به همین خاطر خیلی خوب میشد که همین اقدام های پرزیدنت مملکت همه شهروندان تاجیکستان به همین خاطر که این یک کبودیزار کنی شهر دوشنبه این برای اقتصادیات سبز، برای تغییر یابی اقلیم، برای خود شهر پایتخت آبادی زیبای پایتخت بسیار سطح بلند را بگیرم. اضافه کردنی هستم که در همین سمت کبودیزار کنی، در سمت عملی نمودن پیشنهادهای پرزیدنت محترم، سهم رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان دکتر علم‌های حقوق پروفسور عضو وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان امامعلی نصرالدین زاده بی اندازه زیاد است و همزمان نگفته نماند که همین یک شهرک دانشجویان با اگر ما نظر اندازیم این سبزکاری همین شهرک دانشجویان وضع همین شهرک دانشجویان نگاه کنید به کدام سطح بلند است.
نگاه کنید که کبودی زورکنیش، معرفت نوکیش، آبادی، زیباییش، من فکر میکنم که از شهر خیلی زیبا شده. یادآور میشم که صحبت داشتیم با داتسنتی کافدری اکولوژی فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان مراد سعیدوف استاد خوش آمدید و اون صحبتی که داشتیم در باره مسائل اکولوژی یعنی مسائل اکولوژی هم با اقتصادیات، تعلیم، تربیه، معرفت و مسئولیت شناسی بستگی دارد. امیدوار هستیم که از صحبت امروزه برداشت خوب کرده باشید. خداحافظ.